سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 7 از یک خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر مهم. خواست سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان مبنی بر توقف اجباری اخراج مهاجران افغان. میگوید 2.6 میلیون افغان در سال 2025 از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه و آلمان اخراج شدند. سفر هیئت وزارت صحت عامه افغانستان به تهران. این هیئت به منظور گسترش همکاری‌های صحی کابل و تهران به ایران سفر کرده است. و هشدار سازمان ملل از گرسنگی شدید و فقر در افغانستان. میگوید 17 میلیون نفر در افغانستان در آستانه زمستان با گرسنگی شدید روبرو شدند. مشروع خبرهای ساعت با من فصیح الله همدرد. حمدالله زاهد معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه افغانستان در رأس هیئت به ایران سفر کرد و با مقام‌های صحی آن کشور دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاری‌های تنظیمی و تجاری، تبادل تجارب، ارتقای ظرفیت کارشناسان افغان و تسهیل واردات غذا و ادویه به افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در راستای گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهبود دسترسی مردم افغانستان به دارو و مواد غذایی معیاری انجام شده است. رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ابراهیم غضنفر یکی از بازرگانان افغان را به حیث رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ معرفی کرد. رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در این مراسم بلخ را یکی از ولایت‌های با بیشترین فعالیت بازرگانی دانست و افزود که با آمدن ریاست جدید در اتاق و تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ فعالیت‌های بازرگانی در این ولایت بیشتر از گذشته بهبود می‌یابد. مرکز گفتمان ملی سهار کنفرانس مطبوعاتی را با یک شرکت نفت و گاز چینایی زیر نام همکاری اقتصادی ثبات و تضمین در کابل برگزار کرده است. در این کنفرانس مقامات افغان و چینی به بحث و بررسی پیرامون همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی و استخراج منابع نفت و گاز در افغانستان صحبت کردند. شرکت نفت و گاز چینی که یکی از بزرگترین بازیگران این بخش در چین محسوب می شود، به عنوان شریک اصلی در پروژه های زیرساختی و انرژی در افغانستان شناخته می شود. مرکز گفتمان سهار تقریبا 2 سال میشه فعالیت میکنه و در 2 عرصه مصروف فعالیت می باشه. یک، تحقیقات علمی و تحلیلی را به سطح کشور، منطقه و جهان انجام میده و 2، بر بنیاد گفتمان، بر بنیاد مذاکرات، بر بنیاد صحبت میخواهد مشکلات حل بکنه و از فرصت‌ها استفاده اعظمی بکنه. بر همین بنیاد بوده که امروز ما با کپیک قرارداد داشتیم و این قرارداد زمینه همکاری متقابل بین مرکز گفتمان سهار و شرکت کپیک فراهم میکنه و هر دو صلاحیت‌ها مسئولیت‌هاش در اونجا معلوم است و هر دو گام برمی‌داره و استراتژی ما ایخاد بودن که نوع میزبانی کرده باشیم بین نهادهای مربوطه حکومت افغانستان و شرکت کپیک تا مشکلات بر بنیاد تفاهم و مذاکره حل شود و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عمود دریا صورت بگیره و در پهلوی از او سایر سرمایه‌گذارای چینایی و غیر چینایی هم تشویق شود که باید در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. در همین حال فضل الرحمن اوریا رئیس گفتمان سهار و از برگزار کنندگان این نشست هدف از برگزاری این نشست را همکاری‌ها برای تقویت اقتصاد کشور
برای تقویت اقتصاد کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم می‌داند. این کنفرانس فرصتی است تا نشان دهیم که افغانستان در مسیر توسعه و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف حرکت می‌کند. همکاری با چین به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان نه تنها باعث رونق اقتصادی می‌شود، بلکه به ثبات و امنیت کشور نیز کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که با نزدیک شدن زمستان بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد، رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش نزدیک به 4 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد هستند و کمک‌های غذایی فعلی تنها به 2.7% جمعیت میرسد. نهادهای بین‌المللی با اشاره به خشکسالی، فقر، کاهش کمک‌ها و بازگشت مهاجران خواستار افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه شدند. صنعت حلبی‌سازی در شهر مزار شریف رشد چشمگیر داشته و اکنون بخش بزرگی از نیازهای محلی را تأمین می‌کند. حلبی‌سازان می‌گویند تولیدات داخلی به ویژه بخاری‌ها و وسایل فلزی تا حد زیاد جایگزین محصولات وارداتی شده و برای ده‌ها نفر زمینه کار و درآمد فراهم کرده است. من 16 سال شده که کار می‌کنم. دیگه پدر کسب هستم، کسب پدرم است. در رشته کار می‌کنم، رشته حلبی‌سازی. و فعلا همین بخاری ترکی که نه برام در ساخت ترکی را دیدیم، باز ما جور کردیم. قایت هم داره خودش، دولم داره، سوختش هم خوبش است. دیگه ما خود ما جور می‌کنیم، خود ما اصلا کسب پدر کسب هستم. دیگه 16 سال در رشته کار می‌کنیم. بیش از 128 دانشجو از رشته‌های گوناگون صحی از یک انستیتوت صحی فارغ شدند. جان آقا امانزاده در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردید، فارغ التحصیلان رشته‌های نرسینگ، فارمسی، پروتز دندان و لابراتوار در حضور استادان، خانواده‌ها و مسئولان محلی اسناد فراغت خود را دریافت کردند. مسئولان در این مراسم تاکید کردند که تربیت کادرهای مسلکی صحی از نیازهای اساسی جامعه امروز است و این نهاد تلاش دارد زمینه آموزش معیاری و با کیفیت را برای جوانان فراهم سازد. هدف ما تنها آموزش مسلکی برای جوانان جامعه نبود، بلکه تربیت یک نسل با تعهد به جامعه و مردمشان آماده خدمتگزاری باشند. در ادامه برنامه از دانشجویان ممتاز تقدیر به عمل آمد و سخنرانان از جمله مسئولان محلی، نمایندگان نهادهای صحی و استادان انستیتیوت بر نقش حیات این فارغ التحصیلان در بهبود خدمات صحی در ولایت تخار و سایر ولایات کشور تاکید کردند. وظیفه یک پزشک و یک طبیب، یک دکتر ای هست او را همکاری کند و او را از مرگ نجات بدهد. حق بشریت هست و این مهم نیست با کدام زبان گپ میزنه، با کدام رنگ هست، با کدام قوم منسوب هست، هیچ فرقی ندارد. زن هست، مرد هست. فارغ التحصیلان نیز با ابراز خرسندی از فراغتشان گفتند که با وجود چالش ها امروز با افتخار آماده خدمتند و تعهد می سپارند که برای تامین سلامت جامعه از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد. مردم به من شما اعتماد میکنه، پس کوشش بکنیم جواب اعتمادشان را با مسئولیت پذیری دقیق پاسخگو باشیم. با هر نسخه‌ای که در دست داریم، امید زندگی یک بیمار در دستان من و شماست. هر قطره از دوا اگر درست استفاده شود، نوری هست در تاریکی درد بر یک بیمار. باعث افتخار است که ما یک لباس به تن داریم و همون تصدیقنامه خود را گرفتیم. دیگه این همش از همون کوشش و توان خانواده از ما است که برای ما چی کرده بود. برای ما همین زمینه رو مساعد کرد که ما از تحصیل کنیم و فارغ التحصیل شویم و یک تشکر خاص از همون خانواده محترم خود دارم که ما دست خیر کرد. از حکومت
این در حالی است که اشتراک کنندگان این برنامه خواهان تداوم چنین برنامه‌های آموزشی برای جوانان ذکور شدند و ابراز امیدواری کردند که زمینه آموزش برای دختران نیز دوباره فراهم گردد تا آنان بتوانند در خدمت رسانی به جامعه نقش فعال داشته باشند. رویترز گزارش داده است که دونالد ترامپ در طرح استقرار نیروی بین‌المللی در غزه خواهان مشارکت پاکستان شده است. به گفته منابع، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان قرار است این هفته برای گفتگو در این باره به واشنگتن سفر کند. طبق گزارش‌ها عدم مشارکت پاکستان می‌تواند خشم ترامپ را در پی داشته باشد، اما اعزام نیرو نیز به نارضایتی داخلی روبرو خواهد شد. طرح 20 ماده‌ای ترامپ تشکیل نیرویی از کشورهای مسلمان برای نظارت بر دوره انتقالی بازسازی غزه را پیشنهاد می کند. پایان خبرهای این ساعت. از یک وقتتان خوش. خدا نگهدار.